رفقا حالتون چطوره؟ امیدوارم حال تک تکتون عالی باشه. آقا تو این ویدیو اومدم یکی از خفن ترین پنلای رنکابو براتون خاص کنم که بزنید عشقشو ببرید. فقط رفقا قبل شروع ویدیو لایک و سابسکرایب فراموش نشه که بزرگترین حمایتی که میتونید از من بکنید همینه. بدون هیچ مقدمه‌ای بریم برای ادامه ویدیو. لیتس گو. داشای گلم رنکا ریسرت خورده و اومدم یکی از خفن ترین پنلای مخصوص رنکابو برای شما بزنم که شما بزنید عشقشو ببرید و بتونید رنکاب کنید. و رفقا اینم بهتون بگم که این بدون بند و بلک لیست هستش و اصلا چیت نیستش. رفقا برید بزنید بگین چیت بند میکنه و اصلا بازیو خراب میکنه. نه رفقا، این پنله و برای روونی بازیتونه و اصلا کمک برای هدشاتتونه. اصلا چیت محسوب نمیشه رفقا. عشقای داداش، این پنل رنکابیه که براتون گذاشتم یه پسورد 3 رقمی داره که طی ویدیو رقم به رقم بهتون میگم که میذارید عشقشو میبرید دیگه. رفقا جهت دانلود پنل هم باید برید داخل چنل تلگرام که لینک چنل تلگرام داخل کامنت ها پین کردم. میتونید برید از اون طریق پنل رو دانلود کنید. داداش آرام فرنه. و رفقا این پنل کرک شده توسط خودمونه و تمام پنلایی که داریم داخل چنل میذاریم از یه جایش کرک شده توسط خودمونه و اصلا تمام پنلای آیندهم همشون کرک میشن توسط خودمون و هیچ کی کرک نمیکنه و همه پنلا فیکس توسط خودمون امتحان شدن، تست شدن و بدون بند و بلک لیست دارن و همشون هم خودمون کرک کردیم که شما بتونید بزنید عشقشو ببرید. رفقای پنل رنگ کاپیه اصلا بند نداره. اینم بهتون بگم که نزنید اکانتاتون بند چیه بزنید اکانتاتون بند نمیشه. چرت و پرت چی دارم میگم رفقا. بلادیای گلم، این پنلی که گذاشتم داخل قفل تیرتون خیلی تاثیر داره و اصلا خلاصه یه چی هیولاه. بعد شما بزنید خودتون بفهمید چی زدین، اصلا پرواز میکنید با این پنله. خلاصه بهتون بگم که این پنله اصلا همه چی تمومه، قفل تیر همه چی داره. بعد داداش 150 تا دکی دیوار رو باید فایت میدن همسه. آره خلاصه خیلی پنل ترتمیزیه، همه چی تمومه، از هر لحاظ خیلی خوبه گاد میمونه رفقا. چنل تلگرام اینم تبریک میگم شد 500 تا و ویدیو قبلی هم بهتون گفتم و برید چنل تلگرام رو ساب کنید چنل تلگرام که داخلش همه چیزا رو همه پنل رو اونجا قرار میدم و اصلا دستخانه نزن. آره خلاصه چند وقتی اصلا ویدیو نگرفتم و اصلا میبینید که همش توپق بزنم بعد چند روز اوکی میشه رفقا. آره خلاصه رفقا رقم اول پسورد رو براتون میذارم 8. پس دقت کنید رقم اول پسورد 8. آره خلاصه بریم یه ذره تستش هم براتون بگیریم، یه ذره حرف نزنیم. بیا اینجا که یه دونه بزنم پسی کلت. خلاصه اصلا خیلی خوبه، ترتمیز بدون بند و بلک لیست که بزنید عشقشو ببرید. رفق مدارس باز شده و بدبختی ها دوباره شروع شد، ولی در اصل این ویدیو رو دارم براتون شنبه میذارم دیگه. دقیقا شنبه و یک شنبه ما بریم مدرسه چون که تهران بود به جزی شهرهایی که ما دقیقا تو همون شهر بودی. آره دیگه با بریم مدرسه. بعد بدبختی ها شروع شد. آره بیا آخ پر کن نه یه دونه نزدنم بری خونتون. داداش اصلا سطح میمونه، خدا وکیلی سطح میمونی. آخ اون میخورد. دک و دیوار دارم من فایت میدم مثل اینکه. داشی نزن خنده مکنی. پنل داخل یه چند تا گانایی که بهتون الان میگم رو اینا تاثیر داره و بقیه گانا تاثیر داره ولی خیلی کمه تاثیرش. اصل کاریا داخل این گانایی که دارم بهتون میگم که الان بهتون میگم. بذارید یکی
طی این آزمایش که انجام دادم و تستی که دادم به رفیقام و خودم هم تست کردم به این نتیجه رسیدم که داخل گانای AR مثل همین اسکار اینا که دارن میزنن اینا خیلی قفل تیرش خوبه. یعنی داخل رنگ کاپ هم اکثرا با این گانا پلی میدن با گانای دلول و فشاری. یعنی مخصوص رنگ کاپ با گانای فشاری قشنگ هد میزنید لابلای تیراتون و راحت تر انمی میکشید دیگه. خیلی گزینه خیلی خوبه رفقا. بعد یه گزینه ایم تریک داره که اصلا اونو نگم براتون، نگاه کنی ایم تریکش خیلی خوبه رفقا. رقم دوم پسوردم میذارم 1. میریم بخش آموزش نصب و فعال سازیش هم که اونجا یه رقم پسوردم اونجا میگم. لیتس گو. خب عشقای داداش رسیدیم به بخش آموزش نصب و فعال سازی پنل رفقا. این پنل هستش که اصلا پنل رنگ کاپ میزنید عشقش میبرید رفقا. و وقتی که رفتید داخل چنل تلگرام که لینک چنل تلگرام و داخل کامنت ها براتون پین کردم، وقتی رفتین داخلش وارد چنل تلگرام بنده میشید، اونجا رو یه عضو میدید. این پنل رو گذاشتم دیگه، همین ویدیو رو گذاشتم اونجا پینش کردم. تمام پین شده هم برید ببینید. تمام ویدیو پنل هم همونجا قرار داشتم با آموزش همه چیزاش هم هستش. اگه دوست دارید میتونید برید ویدیو قبلی هم ببینید. آره خلاصه رفقا این ویدیو رو براتون گذاشتم، میزنید پنل رو هم دانلود میکنید، زدارچیوه رو میزنید، پایین سمت چپ رو یک کلیک میکنید، یه دایره مثبت مانند داره. اینو وقتی کلیک کردید یه دونه ایجاد پوشه براتون میاد. حالا اسم پوشه رو هرچی دوست دارید انتخاب میکنید، تایید رو میزنید، پایین سمت چپ رو کلیک میکنید. اینجا ازتون رمز میخواد که 2 رقمش رو بهتون گفتم و یه رقم دیگه میمونه که اونم در ادامه بهتون میگم. رفقا وقتی رمز پنل درست وارد کردید پنل اینجوری براتون باز میشه. یه دونه کلیک میکنید روش نصب میزنید، نصب کننده بس. حالا من نصب دارمش نوشته برای من بروزسونه. وقتی نصبش کردید رفقا یه دونه کلیک میکنید روش، یه دسترسی به برنامه میدید، این پنل برای شما باز میشه رفقا. اینجا استارتر رو میزنید، این پنل براتون میاد بغل صفحت که اصلا میاد عشق میکنه دیگه، نوشته درک وایتی دیگه اصلا معلومه. اینجا هم بزرگ نوشته که کرکتر توسط خودمونه، گزینه‌اش هم همش سیفه. حالا وقتی روشن کردید اینجا اوپن فری فایر رو میزنید که میره داخل فری فایر دیگه رفقا. رقم آخر پسوردم هستش 0 رفقا. رقم ها رو به انگلیسی وارد کنید، حرف دیگه این نمیمونه. تا ویدیو دیگه یا حق.